درود بر شما. یک معلومات از کتابخوان. سال 1932 گروه از دانشمندان نخستین لغت تاجیکی روسی را که فراگیر 100,000 واژه بوده بزرگترین قاموس به حساب می رفت تهیه می کنند. اما این فرهنگ تا آستانه دستگاه چاپ نرفته محو کرده می شود. و منتقدان موجودیت اصطلاح‌های فقه و حقوق شرعی، نام‌های پیغمبران و شاهان و استفاده نشدن کلمه بلشویک در این قاموس پسند نآمده است. لغت تاجیکی روسی با سروری نرزالله بکتاش و با همکاری دانشمندان همچون عبدالواحد منظم و سرگئی کلیمچیتسکی مرتب گردیده بود. هنگام تهیه آن از فرهنگ‌های مشهور فارسی تاجیکی، برهان قاطع و قیاس اللغات فراوان استفاده شده است. در آن بیش از همه واژه‌هایی را گردآوری کردند که خاص زبان ادبی کلاسیکی بودند. اما سال 1933 در کنفرانس در لنینگراد آن زمان این لغت و تهیه کنندگان آن را زیر تازیانه تنقید میکشند. یکی از مقرضان و مخالفان سرسخت این قاموس خاورشناس روس یوگنی برتلس گفته می شود. او قاموس را برای آن سیاه کرده است که لغت تاجیکی روسی به قول وی کلمه های کم استعمال، واژه های خاص و معمول ادبیات پیشینه فارسی، اصطلاحات و تعبیرهای دینی و مذهبی، فلسفی و عرفانی، واژه های تخصصی و غیره را فرا گرفته است. موجودیت اصطلاحات فقه و حقوق شرعی، تعبیرهای خاص اسماعیلیه و واژه های منسوب به این جریان، نام‌های پیغمبران، شاهان و شمار زیادی از کلمات عربی و در این برابر موجود نبودن کلمه بلشویک سبب اعتراض شدید برتلس شده است. طور دانشمند تاجیک عبدالخالق نبوی در مطلب برای دانشنامه زبان تاجیکی نوشته است: انتقاد برتلس زمینه کاواک علمی و اصلا انگیزه سیاسی داشت. دلیل برتلس آن بود است که مؤلفان در گزینش مدخل‌ها از مطبوعات جدید استفاده نکردند و اکثر مدخل‌ها کهنه و نالازمند. او مخصوص به موجود نبودن کلمه‌های از قبیل بلشویک و بلشویزم تاکید کرده است. این در حالی که به ایده‌های عبدالخالق نبوی در قاموس همچون تاجیکی به روسی واژه بلشویک منطقاً نمیتواند مدخل باشد. در ادامه تنقیدهای خود برتلس پافشاری میکند که این فرهنگ را نباید چاپ کرد و آن را از نو از روی پرینسیپ‌های بکلی دیگر ترتیب دادن لازم است. سخنوری دیگر وسیل زلنکا باشد اظهار داشته است که در هر کتاب از جمله در فرهنگ ها نیز باید سیاست ملی لنینی بازتاب گردد و هر کی لغت را به کلمه های پیغمبر و پادشاه افلاس می کند، هر ناکسی که فهمیده یا نفهمیده چونین مفهوم مانند بلشویک و بلشویزم را فراموش می کند، همانا نمی تواند مؤلفی باشد که توان به او باور نمود و لغتی که به جایگیر کرده شدن این کلمه ها بلشویک و بلشویزم چاپ شود آن را محو کردن در کار است. زیرا که چنین لغت اتفاق جمهوری‌های سوسیالیستی شوروی نمی شود. حتی کمیسر معارف خلق جمهوری سوسیالیستی شوروی تاجیکستان مرتبان لغت تاجیکی روسی را به عنوان عنصران بیگانه و دشمنان صنفی یاد کرده است که گویا می‌خواستند مفکوره بیگانه صنفی را به آن کشیده بیارند. تنها ایرانشناس روس الکساندر فریمن تدوین چنین فرهنگ جامعه را که همه ثروت زبان فارسی تاجیکی را فرا گیرد از عملهای شایان شمرده است. او تأکید کرده که در بین مواد لغت یک مقدار کلمات هستند که برای تاریخ زبان بسیار ارزشمندند. این واژه ها تا به این روز در هیچ فرهنگ فارسی قید نشدند و تنها خاص زبان تاجیکی می باشند. باعث تأسف است اگر این واژه ها از لغت بیرون پرتافته شوند. بنابراین لغت را تکمیل کرده نادرکارش را اختصار نموده موافق احتیاج و ضرورت حساسی که نسبت به لغت ها در تاجیکستان هست آن را نشر کردن لازم است. ولی این پشتیبانی عمری لغت تاجیکی روسی را نتوانست دراز کند، زیرا به گفته عبدالخالق نبوی در محیط سالهای 1930 شوروی ایدئولوژی سیاسی از حقوق علمی برتر بود. همین طریق لغت تاجیکی روسی
در سایه چنین جدال‌های سیاسی پیش از آن که منتشر گردد محو کرده شد. یک معلومات با استفاده از مطلب دانشمند تاجیک عبدالخالق نبوی که برای دانشنامه زبان تاجیکی تهیه کرده است آماده شد.